بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام علیکم. مانده نباشین. خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ خیرت است؟ جور تیار هستین؟ خوشحال هستم که باز یک جلسه دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. طبق معمول درس شیرین تاریخ وطن را شروع میکنیم. فصل سوم، جلسه 26، اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان عنوان درس ماست. ببینین، ما در این درس در رابطه با اوضاع فرهنگی دوران حاکمیت 31 ساله هوتکیان در ایران و افغانستان اطلاعات پیدا میکنیم و همینطور وضعیت اقتصادی در عصر هوتکی و زمینه پرورش علم و فرهنگ را در زمان هوتکیان مورد بررسی قرار میدیم. وضعیت اقتصادی در زمان هوتکیان ببینیم و اوضاع اقتصادی کشور چطور بود. ببینین، بعد از تیموریان هرات که سلسلهشان به پایان رسید، گفتیم یک دوره تاریک، تجزیه و انحطاط در افغانستان، در وطن ما حاکم شد و همسایه ها از سه طرف افغانستان مرکز یورش خود قرار دادن و تقریبا بر بخش های زیاد از افغانستان تسلط پیدا کردن. گفتیم که خب ازبکان همیشه از شمال، گورکانیان یا بابوریان از طرف هند و همینطور صفویان از ایران تعرض میکردن و بعض قسمت های زیادتر از وطن ما را اشغال میکردن و خیلی از مناطق کشور ما میدان تاخت و تاز و رقابت و جنگ اینا صورت گرفته بود و خسارات زیاد را از جمله در قسمت اقتصاد به مردم ما و به کشور ما وارد میکرد. به این خاطر چندان گزارش از رونق اقتصادی در این مقطع از تاریخ بیان نشده، چون فشار بیگانه ها خیلی زیاد بود و از طرف هم چون اونا افغانستان را تصرف کرده بود، بخشای وسیعش مالیات های سنگین را جمع آوری میکردن، به ویژه دولت های اصفهان و هندوستان که اینها یک رقابت خاصی هم در قسمت افغانستان با هم داشتن و قندهار یک منطقه مورد منازعه و اختلافشان قرار گرفته بود که دائم با هم می جنگیدن. ولی باز هم با تمام این مشکلات بعضی از مردم شجاع افغانستان با تمام مشکلاتی که داشتن بازم به تجارت پرداختن، خصوصا با کشورهای همسایه هند و ایران و این شد که قندهار از رونق اقتصادی نسبتاً نظر به او جنگ و ناامنی و نظر به مشکلات خب بازم رونق خوبی بگیره. قندهار از موقف خوبی هم، از موقف خوب اقتصادی هم در بین دو کشور هند و ایران قرار گرفت و این مرکز مبادلات این دو کشور بود در راستای کالاهای اقتصادی. به همین خاطر یکی از دلایلش همی بود که به همین خاطر قندهار منطقه منازعه و اختلاف بین دو قدرت همسایه یعنی صفویان ایران و گورکانیان هند قرار گرفته بود. ببینین عکس، ببینین در تصویر این بازار سرپوشیده قندهار نشان میده. در قدیم خصوصا معمولا بازارها همینطوری سرپوشیده ساخته میشدن به خاطر در امان باشن از همه چیز. خب وضع فرهنگی چطور بود در دوران حکومت هوتکیان؟ پیشتر هم توضیح دادم که با سقوط تیموریان یک دوره تاریک در تاریخ افغانستان به صورت موقت حاکم شد. چرا؟ چون مرکزیت سیاسی در افغانستان وجود نداشت، قدرت مرکزی وجود نداشت و همیشه افغانستان میدان تاخت و تاز کشورهای همسایه بود. خب در همین اصل با تمام همین مشکلات که گاه خب بابری ها می آمدن افغانستان را تصرف میکردن بخشای از وسیع و گاهی هم صفویان ایران، با تمام این گرفتاری ها بعد از اینکه شاهان هوتکی بعد از یک دوره درازمدت به سلطنت رسیدن، حاکم شدن، اینها با تمام این گرفتاری هایی که با صفوی های ایران داشتن، با تمام اختلافات داخلی که به وجود آمده بود، با تمام سرکوبای شورش های که مردم در ایران کردن در مقابل هوتکی‌ها و همینطور جنگ هایی که حملاتی که روس ها کردن، امپراتوری روس و هجوماتی که ترکان عثمانی
کردن در ایران. با تمام همین مشکلات و گرفتاری ها باز هم سلاطین هوتکی در قسمت علم و ادب توجهی خاص از خود نشان میدادن. ببینین خصوصا از زبان دری و پشتو خوب حمایت میکردن و این حمایتشان تمام تقریبا شعرا و فضلا و علما را تحت پوشش قرار میداد. در تمام، نه تنها در قندهار، در تمام مناطق محروسه ایشان اینا را مورد حمایت قرار میدادن. خب در این حالی که اینا را مورد حمایت قرار میدادن، از علوم که اصطلاحاً بهش میگن علوم معقول و منقول، از اینا برای پیشرفتشان جلوگیری نشد که هیچی که فعالیتشان هم این به این قسمت دانشمندا و علمای ما ادامه دادن. ببینین علوم معقول و منقول که میگم اصطلاحاً چیست؟ علوم معقول به علوم مثل فلسفه و منطق و نجوم و ریاضیات و اینا میگن علوم عقلی، علومی که کلن عقلی باشه، به اینا میگن علوم معقول. و علوم منقول معمولا روایت شده یا نقل و قول است بیشتر. ببینین مثل تفسیر، ببینین مثل حدیث، مثل فقه. خب علوم معقول و منقول هم گفتیم که در این دوره غیر از این که جلو پیشرفتش گرفته نشده بود، به روال عادی خود در پیشرفت خود راه تکامل خود سیر کرد و ادامه داد. با اینکه دوره هوتکیان یک دوره بسیار کوتاه بود، دوره حاکمیتشان یعنی دراز مدت نبود، به قرنها و سالهای زیاد طولانی نکشید و زمینه رشد در قسمت کارهای بنیادی برای علوم وجود نداشت. ولی باز هم ببینین، باز هم شاهان هوتکی تلاش خود نمودن. به عنوان مثلا شاه حسین هوتکی که حاکم قندهار بود، در قصر نارنج قندهار یک کتابخانه خودش ایجاد کرد و این کتابخانه ای را که در قصر نارنج در قندهار ایجاد کرد، در اینجا هفتوار با ادبا و شعرا و فضلا جلسه میگرفت، جلسه هفتوار داشتن و اینها را مورد حمایت و تشویق قرار میداد. خود سلطان شاه حسین هوتکی خودش آدم ادیب بود و به زبان دری و پشتو شعر می سرود و چون خودش شاعر بود، خودش ادیب بود، از علما و ادبای دیگه هم به خوبی حمایت میکرد. مثلا به عنوان مثال چطور حمایت میکرد؟ مثلا به کسی به اسم ریدی خان شاعر که از شعرای زمان هم عصر سلطان شاه حسین صفوی بود، به او خب به خاطر که داستانهای جنگهای سلطان محمود، شاه محمود، ببینیم به خاطر که داستانهای جنگهایش شاه محمود هوتک را به شعر در بیاره، خب به او یک جایزه بسیار بزرگ داد. تعداد از شعرا و فضلای زمان هوتکی را در کتابتان نام برده که میخوانیم. ببینین ملا زعفران، مددخان غلجی، دیگه از شعرا و فضلای دوره هوتکیان، خود شاه حسین هوتک که هم شاعر بود، در زمان دری و پشتو شعر می سرود و هم حاکم قندهار بود. داوود هوتک، ببینین یار محمد هوتک، خب اینا همه ادیب و شاعر بودن. بابوجان بابی، سیدال خان ناصری در عین حال که شاعر بود میتونست شعر بسرایه، شعر میسرود، خودش یک فرمانده نظامی بسیار قوی بود و از سپهسالاران و فرماندهان بزرگ هوتکیان در ایران بود و همینطور در قضیه دفاع از قندهار. و از زنان هم در عصر هوتکیان زنان فاضله داشتیم که اینا او زمان سر بلند کردن، ظهور کردن، که به عنوان مثال در تاریختان از یکیش نام برده شده. ببینین زینب هوتک که یک زن بسیار عالمه و فاضله بود. زینب هوتک یا زینب هوتکی در واقع خواهر سلطان شاه حسین هوتک بود و نه تنها شعر میسرود زینب هوتک، بلکه در قسمت اداره امور دولت و برادر خود شاه حسین هم همیشه کمک میکرد و نقش بسیار مهم داشت.
خب نقشه افغانستان ببینین عزیزان، قندهار که گفتیم محل اختلاف دو قدرت همسایه قرار گرفته بود، ولی با اون هم سلاطینی که از اینجا بلند شد با اینکه عمر کوتاه سلطنت موفق شدن بکنن، یعنی سلطنت چون به درازا نکشید با تمام مشکلات، بازم در قسمت علم و فضل توجه خاص داشتن. خب به سوالا رسیدیم عزیزان، دقت کنین، من سوالا رو میخونم دقت کنین. سوال اول درس: اهمیت تجارتی و فرهنگی قندهار را در دوره هوتکی توضیح دهید. شما توضیح بدین. بله، قندهار در واقع یک مرکز تجارتی مهم بین هند و ایران بود، لذا از اهمیت خاص برخوردار بود. خب سوال بعدی را میخوانم، ببینین 5 نفر از علما و فضلای عصر هوتکی را نام ببرید. 5 نفر شما نام ببرین. بله، شاه حسین هوتک، ملا زعفران، زینب هوتک، مددخان غلجایی و داوود هوتک. بسیار خوب. سوال بعدی را میخوانم، دقت کنین. 2 نمونه از حمایت شاه حسین هوتک از اهل فرهنگ را نام ببرین. این که میگم حمایت میکنه 2 تا نمونه گفته نام ببرین. بله، اهل فرهنگ مورد حمایت شاه حسین قرار داشت. او ببینین یک حمایتش، او در قصر نارنج با ایجاد کتابخانه و دعوت شعرا مجلس هفتگی با شعرا برگزار میکرد. خب این خودش یک حمایت بود. و حمایت دیگه که گفته 2 نمونه نام ببرین: و ریدی خان شاعر را به خاطر بشیر در آوردن جنگ ها و داستان های جنگی شاه محمود هوتکی جایزه داد. بسیار خوب. سوال بعدی را میخونم، دقت کنین. کتابخانه قصر نارنج قندهار توسط چی شخص ایجاد گردید؟ خب توسط شاه حسین هوتکی ایجاد گردید. رسیدیم به قسمت نمونه سوالای کانکور. دقت کنین. سوال اول از نمونه سوالای کانکور مربوط فرم سوم بلخ است. بابر بعد از مسلح ساختن 3000 سرباز در شمال افغانستان به سمت کجا حرکت کرد؟ گزینه‌ها را با هم میبینیم. گزینه اول هرات، گزینه دوم بلخ، گزینه سوم کابل، گزینه چهارم خوارزم. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ جواب صحیح سوال با هم ببینیم کدام گزینه است. دقت کنین. گزینه سوم کابل، اگر یادتون باشه گفتیم کابل تصرف کرد. خب سوال بعدی از نمونه سوالای کانکور مربوط فرم 4 بدخشان است. دقت کنین. کدام ولایت کشور ما در طول زمامداری گورکانی ها و صفوی ها نقطه اختلاف و مناقشه میان سلسله های مذکور بود؟ گزینه ها را میبینیم. گزینه اول بلخ، گزینه دوم غزنی، گزینه سوم قندهار، گزینه چهارم هرات. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ شما هم جوابایتان آماده کنین پیش خودتان. جواب صحیح را با هم میبینیم. گزینه سوم قندهار جواب صحیح سوال است. بسیار خوب. سوال بعدی را میخوانم از نمونه سوالات کانکور مربوط فرم لغمان است. دقت کنین. محمد خان شیبانی در نزدیکی یکی از مناطق ذیل توسط قزلباش‌های صفوی به قتل رسید. گزینه‌ها را میخوانم ببینین. گزینه اول مرو، گزینه دوم هرات، گزینه سوم سیستان و گزینه چهارم مشهد. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ جواب صحیح را با هم میبینیم. شما هم آماده کنین جوابایتونه. بله، گزینه اول مرو جواب صحیح سوال است. خب سوال بعدی نمونه سوالای کانکور را میخوانم مربوط فرم اول بدخشان است. دقت کنین. بعد از شاهرخ کی به قدرت رسید؟ گزینه اول اولغ بیگ، گزینه دوم میرانشاه، گزینه سوم امیر شیرعلی خان و گزینه چهارم حسین با اقرا. کدام گزینه جواب صحیح است؟ شما هم جوابایتان به دلتان آماده کنین. ببینین از کدامتان درست است. با هم میبینیم. گزینه اول اولغ بیگ جواب صحیح سوال است. سوال بعدی مربوط فرم اول میدان وردک است. در زمان پادشاهی شاه اشرف در ایران اقدامات خصمانه کدام یک از کشورهای ذیل علیه ایران همزمان صورت گرفت؟ گزینه اول ترکیه، گزینه دوم روسیه، گزینه سوم روسیه و ترکیه، گزینه چهارم انگلستان. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ شما هم جوابایتان پیش خودتان آماده کنین. جواب صحیح را با هم میبینیم.
بله، گزینه سوم روسیه و ترکیه. روسیه و ترکیه گزینه سوم جواب صحیح سوال است. خب رسیدیم به بخش کار خانگیتان. عزیزان دقت کنین. بخش اول از کار خانگیتان درس را از روی کتاب با دقت بخونید. حتما این کار را بکنید. بخش دوم درباره محفل ادبی قندهار در این عصر، یعنی در عصر هوتکی، بیشتر تحقیق کنید. بخش سوم وضعیت اقتصادی عصر هوتکیان را توضیح دهید. تا جلسه بعد به امان خدا. خدا نگهدار.